أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. درس دهم تفسیر سوره قریش. الله تعالی در این سوره بالای قریش منت میگذارد، نعمتهایی را که برشان ارزانی کرده و احسان نموده، فضیلت و برتری را که برشان داده، این نعمتها را الله تعالی بالایشان منت میگذاره و الله تعالی از پیششان مطالبه میکند که تنها و تنها پروردگار را بپرستید و در عبادت الله تعالی کسی دیگری را با او شریک نیاورید. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. در کلمه لإیلاف لامی که در اینجا آمده، علما لام چند معنا میکنن. یکی ایده لام موصوله میدانن. لام موصوله به این معنا که این جمله را به جمله قبلی ربط میدهد. آخرین جمله قبلی در سوره فیل فجعلهم كعصف مأکول، یعنی الله تعالی لشکری ابرهه را تباه کرد، از بین برد، ریزه ریزه شان ساخت. به خاطر چی؟ لإیلاف قریش، به خاطر الفت دادن، انس گرفتن و به خاطر علاقه گرفتن قریش با مکه، که قریش علاقه و محبت و صمیمیتشان با مکه بیشتر شود بعد از این حادثه و همینجا در جوار خانه خدا مقیم شوند و همینجا بوده باشند، خدمتی بیت الله را انجام بدهند. و بعضی ها لامی تعجب معنا کردن، یعنی تعجب بکنید به حال قریشی که الله تعالی اینها را مجاورین خانه خود گردانده و در اینجا در نهایت امن و امان زندگی میکنن و به خاطر بیت الله و عظمت بیت الله اینها بیرونی از بیت الله وقتی که سفر میکنن، سفرهای شخصی برای تجارتشان، اینقدر نزد مردم احترام و قدر دارن که هیچ کسی بالایشان حمله نمیکنه و بسیار در امنیت تمام میروند، مالهای تجارتیشان از یک شهر به شهر دیگری انتقال میدهند. و تعجب به اینها این است که اینها با چنین نعمتی و در چنین حالتی خوبی قرار دارند، حالتی امنیتی، حالتی شکمسیری که نسبت به دیگر قبایل عربی شکمهای از اینها سیر است، با وجودی از اینها عبادتی غیر الله را انجام میدهند، غیر الله را پرستش میکنند، همراه الله شریک میارن. این بسیار امری تعجب آور است و الله را به تنهایی عبادت نمیکنند. و این معنا را ابن جریر رحمت الله علیه ترجیح میدهد.
چون معنای اولی بعضی ها لام موصوله گرفتن، این سوره را جزئی از سوره فیل دانستن. البته تمامشان نه، بعضی از اینها وقتی که لام موصوله معنا کردن سوره قریش جزئی از سوره فیل دانستن. و با اتفاق جمهوری از صحابه و علما سوره قریش غیر از سوره فیل است و هر کدام سوره مستقل است، حتی اگر لامی موصوله هم معنا کنی. یعنی سوره ها با هم ربط دارن اما هر کدام سوره مستقل هستن، یک سوره نمی باشه. لإیلاف قریش، تعجب است به حال قریش. قریشی که ساکنی بیت الله هستن و در جوار بیت الله سکونت میکنن، زندگی میکنن در مقدسترین جا، و قریشی که با بیت الله، الله برشان بیت الله را بسیار محبوب ساخته، الفت دارن با بیت الله، محبت دارن، بسیار با شوق و علاقه در اطراف بیت الله زندگی میکنن. و همچنان قریشی که ایلافهم رحلة الشتاء و الصیف، الله برشان الفت داده. تعجب است، برشان الفت داده یعنی شوق و علاقه داده که اینها سفر کنن از یک منطقه به منطقه دیگری به خاطر تجارتشان. رحلة الشتاء و الصیف، سفر داشته باشن در موسم زمستان و همچنان موسم تابستان. زمستان به طرف شام به طرف یمن میرفتن و تابستان به طرف شام میرفتن و از اونجا مالهای تجارتی می آوردن با شکم خدا در مکه از راه تجارت سیر می کردن و زندگی خدا بسیار به خوبی پیش می بردن، در حالی که در مکه اونجا نه زراعتی بود، نه آبادی بود و نه اونجا کشت و باغیات و غیره چیزهای دیگری بود که برای زندگیشان کفایت کنه. چیزها وجود نداشت، لیکن الله بالایشان احسانات کرد که راهشان امنیت ساخت و براشان قدر و مرتبه و احترام برای دیگرها داد که تا اینکه بالایشان تعرضی نشود، بتوانند سفر کنن هر جا بدون کدام خطری. تعجبی است که با وجود این همه نعمت ها اینها عبادتی غیر الله را میکنن، با الله کسی دیگر را شریک میارن. فلیعبدوا رب هذا البلد، فای سببیه، پس اینها باید عبادتی پروردگار را به تنهایی انجام بدهند، خالص عبادتی پروردگار را انجام بدهند، همراه الله کسی دیگر را شریک نیارن. رب هذا البیت، عبادتی پروردگار این خانه را انجام بدهند. پروردگار خانه ای که به سبب خانه الله برای از اینها عزت داده، احترام داده، قدر داده، هر جا که میرن به خاطر یمی خانه تعظیم میشن. پس چرا صاحب خانه را، پروردگار خانه را به تنهایی پرستش نمیکنن؟ و ذاتی که عظمت در حقیقت برشان او داده، احترام و قدر او برشان داده. یا اینکه لإیلاف قریش، به خاطر الفت دادن قریش یا به خاطر بقای قریش هلاک کردیم ابرهه و جیش یزوره، و همچنان به خاطر الفت دادن قریش و انس گرفتن قریش در سفرهای تجارتیشان تباه کردیم ابرهه و جیش یزوره. وقتی که الله تعالی ابرهه و لشکر یزوره تباه کرد، دیگر احترام و قدری قریش در میان عرب ها بیشتر شد، زیاد اینها را تعظیم می کردن داخل خانه خدا و همچنان بیرون خانه خدا. وقتی که سفرهای تجارتی می رفتن هیچ کسی بالایشان تعرض نمی کرد. پس الله تعالی میگه نعمت هایی را که خدا برشان داده قدری از را بدانن. شکمشان سیر است، خانهشان امن، در خانهشان امنیت، در شهرشان امنیت است،
فلیعبدوا رب هذا البیت، پس باید به تنهایی عبادتی پروردگاری خانه صاحب خانه را بکنه. الذي اطعمهم من جوع، ذاتی که پروردگاری که اطعمهم طعام داده اینها را در گرسنگی، در حالتی گرسنگی، یعنی دیگرها در اطرافشان گرسنه هستند، چیزی ندارن، نمیتوانند مانند از اینها تجارت کنند، آرام آسوده هر طرف حرکت کنند. اگر به جایی که میروند دیگر قبایل سری از اینها یوروش میبره، مال از اینها را غصب میکنه، تجارتشان از بین میبره، لکن اینها در امن و امان میروند، در حالتی که دیگرها گرسنه هستند، اما الله تعالی شکمهای از اینها را سیر کرده، اینها سیر هستند. و آمنهم من خوف، اینها را امن داده، برشان امن و امان داده از ترس، یعنی در حالتی ترس. دیگرها در حالتی ترس هستند، می ترسن که بالای منطقه ما حمله نشود، بالای خانه ما حمله نشود، مال ما غصب نشود، پسرای ما اختطاف نشوند، زنهای ما اختطاف نشوند، در حالت بسیار هراس و ترس قرار دارند. اما اینا در حالتی امنیت، داخل مکه، بیرون مکه، در هر جا در حالتی امنیت قرار دارند، هیچ کسی بالایشان تعرض نمیکنه. با وجود از این هم ناسپاسی میکنن، ناشکری میکنن، عبادتی غیر الله را میکنن و امرای الله در عبادت شریک میارن. پس به حالی از اینها بسیار تأسف است و تعجب است. و از این سوره چند درسهای عقیدتی گرفته میشه. اول، عبادت خالص حق پروردگار است. در عبادت در هیچ نوعی از انواع عبادت کسی دیگری انسان امرای الله سهیم نسازد، شریک نسازد، چه نماز باشه، چه روزه باشه، زکات باشه، حج باشه، دعا و خواستن باشه، استغاثه و استعانت بوده باشه و ذبح و نذر و غیره انواع عبادت فقط برای الله تعالی انجام میگیره، صورت میگیره. به هر کسی دیگری که اگر عبادت صورت گرفت، انجام گرفت، در حقیقت ناسپاسی نعمتهای پروردگار را انسان کرده و در حقیقت پروردگار خود کفرانش کرده، پروردگاری که او را خلق کرده، پروردگاری که او را روزی میدهد، پروردگاری که او را جای داده، پروردگاری که وقتی که اگر مریض شود او را شفا میدهد، پروردگاری که او را زنده کرده دوباره میمیراند و دوباره باز زنده میکنه، پروردگاری که حشر میکنه بنده خدا، یا به طرف جنت میبره یا به طرف دوزخ سوقش میدهد. همه ای کارها در اختیار پروردگار است. پروردگاری که زمین و آسمان در اختیاری از اوست و همه زمین در اختیار بنده قرار داده، برای بنده مسخر کرده، در زمین آبادی میکنه، در زمین رزق و روزی خدا تلاش میکنه و در زمین تجارت میکنه و در زمین حکومت میکنه و در زمین اینجا با اهل و فامیل زندگی میکنه. با وجود این همه نعمت ها بازم ناشکری، ناسپاسی نعمت های پروردگار. و همچنان در این سوره اهمیت نعمت امن و امان و همچنان نعمت روزی ذکر شده که اینها از نعمت های بسیار بزرگ است. انسان قدری از اینها را باید بداند و هر جا که امنیت بود آنجا عبادت خدا به درستی میشه و هر جا که شکمی سیر بود، شکمی سیر انسان در عبادت پروردگار استغلال کند، استفاده کند، شکمی سیر سبب طغیانش نشود، سبب کفرش نشود، سبب ناشکری نشود و شکمی سیر سبب کفرگویی نشود، سبب انحراف از دین نشود. سایر انسان هایست که وقتی که نعمت خدا برش بیشتر داده شد، میسر شد، میبینید زیاد کفرگویی میکنه و از خدا اعراض میکنه و طوری فکر میکنه که این نعمت
و این رزق و روزی به فکر و سوچ و به مهارت ما برام داده شده و این در حقیقت کفر است، در مقابل کفران، در مقابل نعمت پروردگار، کفران در مقابل خالقی که تو را هست کرده، رزق و روزی تو را هم هست کرده. همه شما در اختیار پروردگار هستید، خواسته باشه لحظه تو و نعمتهای تو را همه را از بین میبره. و در این سوره همچنان ربوبیت خاصی پروردگار ذکر شده. رب هذا البیت، پروردگار ربی بیت است، خانه خدا، به اعتبار عظمت و بزرگی اینجا تخصیص داده. و الا پروردگار رب عالمین است. در سوره الحمد ذکر شد، سوره فاتحه الحمد لله رب العالمین، و اینجا ربوبیت عام پروردگار ذکر میکنه. ربوبیت عام پروردگار شامل همه مخلوقات است، اما بعضی از مخلوقات به اعتبار عظمت و بزرگی و تشریف اختصاص میدهد رب هذا البیت، یا اینکه اضافه نسبت به سوی خودش میکنه ناقة الله یا بیت الله. بارک الله فیکم.